نوعه دوستی ولایت ختلان ساکنان دیهه قهرمان پدر و پسر سید قلیف شامراد و سید قلیف مقصد را بر اساس قسم دوم ماده 109 کودکس جنایتی تاجیکستان در رسانیدن کلین خانواده به خودکشی نورسلطان جمایو گناهکار شناخت. در اطلاعیه رسمی مرکز مطبوعات دادستانی کل مشخصات حکم پدر و پسر گفته نشده است، ولی قسم دوم ماده 109 برای به خودکشی رسانیدن شخصی که از جهت مادی یا از جهت دیگر تابع گناهکاران می باشد همچون جزا از 5 تا 8 سال زندان را پیش بینی می کند. مرکز مطبوعات دادستانی کل در شرح این پرونده گفت در رفت تفتیشات پیشکی و بررسی سودی معین شد که سید قلیف زاده و استقامت کننده نوعه دوستی جماعت دیوت گل محمدوف دیهه قهرمان ماه فوریه سال 2019 به طریق رسم و آیین مسلمانی با شهروند جمعه و نورسلطان ساکن نوعه دوستی جماعت دیخاناباد دیهه دیخاناباد عائله برپا نموده در دوام زندگی یک جایشان دیده و دانسته که جمعه و دیگر تابع او می باشد منتظم تهدید، معامله بهرحمانه و پسزنی منتظم شأن و اعتبار شخصی نامبرده را روا دیده نسبتش سخنهای قبیح و دشنام و حقارت نموده به اساس نامبرده را مورد لطکوب قرار می داده است. گفته می شود که پدر مقصد شامراد بر ضمن این در روزهای گرم و آفتابی کلینش را بدون استراحت به کارهای صحرایی جلب می کرد و در نتیجه مناسبت‌های منتظم بهرحمانه پدر و پسر 3 مراتبه حامله‌داری جمایو قطع گردیده است. داستانی می افزاید که نورسلطان جمایو به این کردارهای نوجوان مردانه پدر و پسر طاقت نکرده یگانه راه خلاصی از کردار جنایتکارانه شوهرش و پدر شوهرش را در خودکشی دیده 8 می سال 2021 با مقصد خودکشی به خانه پدرش جمعه فروزی مراد به دیهه دیخاناباد آمده از نبودن اهل خانوادهشان و از فرصت برایش مناسب استفاده برده در بالای بام منزل استقامتی والدانش خود را با روی مال سرش آویخته به هلاکت رسانیده است. هر سال در تاجیکستان بیش از 600 حالت خودکشی و قصد خودکشی ثبت می شود. اکثر آنهایی را که قصد جان خود می کنند زنان و دختران تشکیل می دهند. مشکلات زندگی و مناقشه های عائلوی یک سبب عمده خودکشی در تاجیکستان شمرده می شود. اما تنها پرونده های انگشت شمار با اتهام رسانیدن به خودکشی تا به دادگاه رسیده گناهکاران جزا می گیرند. در اکثر موردها طرف جبر دیده به معامله راضی شده از گناه آنهایی که سبب خودکشی عزیزانشان شده است می گذرند.